درود به همگی. خیلی خیلی خوش اومدید به ورکشاپ بی‌نظیر کلا و تنوعات کلا. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم و قرار با هم دیگه این تمرین بی‌نظیر رو داشته باشیم. اونایی که از طریق گوگل میت اومدید خیلی خوشحالم که میبینمتون. عزیزایی هم که لایو به جمعمون میپیوندید بازم همینجور، و بچه‌ای که آفلاین بعداً نگاه میکنید، هر سوالی داشتید یادتون باشه که من در خدمتتون هستم. میتونید برام بعدا سوالاتتون رو بفرستید. قبل از اینکه تمرین رو شروع بکنیم ازتون میخوام که آماده بشید، آجر یوگاتون رو کنارتون نگه دارید، متتون رو نزدیک دیوار بذارید و کمربند یوگا هم کنارتون بذارید. اگه کمربند ندارید از یک شال بلند هم میتونید استفاده بکنید. با هم دیگه ست اینتنشن میکنیم، یه توضیح کلی راجع به آناتومی این حرکت بهتون میدم و بعد با هم میریم روی متنمون و تمرینمون رو شروع میکنیم. بچه‌ای که گوگل میت هستید، اگر روی تصویر من 2 بار کلیک بکنید تصویر من بزرگ میشه و دیگه تصویر کسی دیگه ای رو نمیبینید. اینجوری راحت‌تر میتونید دنبال بکنید حرکاتو. خب بریم که با هم تمرینمون رو شروع بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ تمرینمون یه داستان براتون میگم و تم کلاسمون رو براتون معرفی میکنم. آماده این بچه‌ها؟ بریم وسایلتون رو آوردید؟ خب. روزگاری توی زمانهای خیلی خیلی قدیم، زمانی که بودا بود، یه شاگردی داشت به اسم سونا یه موزیسین بود و مینواخت و خیلی خیلی فرد فرهیخته و دوست داشتنی. بعد که با بودا آشنا شد علاقه‌مند شد به اینکه بره و این مسیر زیبای نیروانا رو دنبال بکنه. برای همین تصمیم گرفت که موسیقی رو بذاره کنار و از اونجا بره و توی جنگل شروع کنه به مدیتیشن کردن. خیلی فرد نازپرورده‌ای بود این سونای داستان ما و تصمیم گرفت که بره توی جنگل. وقتی که داشت میرفت به این نتیجه رسید که نه، کفش پوشیدن خیلی زیادی راحته، بذار کفشم رو دور بندازم. کفشش رو دور میندازه، سازش رو دور میندازه، خانوادش رو رها میکنه و میره راهی جنگل میشه. توی راه جنگل خب خیلی پستی بلندی داشته، پاهاش سخت میشه، خون از پاش میاد و بالاخره به مسیرش پایان میده و زیر یه درخت بانیان میشینه و مدیتیشن میکنه. تو همین حال و هوا بود که بودا تصمیم میگیره بره شاگرد عزیزش رو ملاقات بکنه. خیلی برای بودا سخت نبوده که پیداش بکنه، چون کل مسیر خونی شده بوده از جای پای سونا و این رد خون رو دنبال میکنه تا به سونا میرسه. میبینه که زیر درخت بانیان داره مدیتیشن میکنه. میرسه و میبینیم که بودا علاوه بر اون کاسه‌ای که همیشه همراهش بوده یه دونه ساز موسیقی هم کنار خودش داشته و این سازی که همراهش داشته اسمش وینا هست. وینا یه ساز سنتی هندیه، مثل ستار خودمون هست. و اومد و دید که این ویناه انقدر این سیما شله که این اسپاگتیه. بعد تا شاگردش رو دید، شاگردش با اشتیاق اومد سمتش، دوید و اومد باهاش سلام علیک بکنه به استادش که بودا بهش گفت که ببین سونا من میخوام صدای این موزیک رو در بیارم ولی هر کاری میکنم نمیشه. بهش گفت که ای برکت داده شده، این سیماش خیلی شل شده، باید سیماش رو سفت بکنی که صداش بتونی ازش مثلا صدا در بیاری. بودا میگه خب اوکی فهمیدم. شروع میکنه محکم میکنه، اینقدر این سیما رو محکم میکنه که این ساز خم میشه و در همین حالی که این ساز خم شده بوده یه دونه میزنه با دستش بودا رو روی این سازه و یه صدای خیلی فجیع بلند تیز از این ساز بیرون میاد و همون لحظه سونا بهش میگه که ای بزرگوار، نباید اینقدر این سازه رو سفت بکنی، این سیمه رو سفت بکنی که اینجوری صدای بلند ازش بده. تو باید نه خیلی زیاد سفت بکنی این سیما رو، نه خیلی شل نگهش داری. دقیقاً به اندازه باید این سیمها تنظیم بشه تا صدای دلپذیری از این ساز بیرون بیاد.
و بعد بودا رو میکنه به شاگرد عزیزشون میگه که سونای عزیزم، راه نیروانا هم دقیقا همین جوریه. نه لازمه که اینقدر به خودت فشار بیاری که بخوای خونین و مالین بشی و از همه چی دور بشی، نه لازمه اینقدر شل بگیری که وارد این مسیر حتی نشی. و من امروز اینجام که به شماها سوناهای عزیزم بگم که نه خیلی زیاد نه خیلی کم، دقیقاً به اندازه هم باید تمرین کرد، هم باید وارد حرکات شد، هم باید تجربه کرد. نه خیلی خودتون رو درگیر این حرکت بکنید من باید حتما امروز انجامش بدم، من هر جور شده دستم در گرفت میخوام امروز این حرکت رو انجام بدم. نه اینکه انقدر شل انجامش بدی و یه روز بری یه روز نری، یکی دو تا حرکت رو انجام بدی و بعد رهاش بکنی نه من نتونستم. پس نه خیلی زیاد نه خیلی کم، دقیقاً به اندازه تم امروز کلاسمونه. حالا اگر که تم کلاس امروز خوب متوجه شدی، بریم با هم دیگه یه توضیح کوچیک راجع به آناتومی حرکت کلاغ بهتون بدم. ببینید برای انجام وضعیت کلاغ عضلات خیلی خیلی زیادی درگیر هستن، از عضله دلتویدت گرفته که روی بازود هست، از عضلات بازود گرفته، عضلات سینه‌ای خیلی داخلش درگیره، عضلات شکم خیلی توش درگیره، یه سری عضلات توی قسمت کف لگنه که بهشون میگن هیپ فلکسورها. اینها هم باید کار بکنن همه با هم که شما رو بتونن داخل موقعیت کلاغ نگه دارن. حالا توی تمرین امروزمون ما به ترتیب همه این عضلات رو گرم می‌کنیم، آماده می‌کنیم و بعد میریم سراغ دریل‌های اصلی. در کنار اون خب یه حرکت کلاغ جانبی هم داریم. برای انجام کلاغ جانبی عضلات مورب شکمی و عضله پشتی بزرگ اونها خیلی خیلی داخل انجام این حرکت دخیل هستن و بعد خوب ازشون استفاده بکنیم. حالا بعد جلوتر که رفتیم هر کدوم از این حرکت ها رو، هر کدوم از این عضله ها رو تو حرکت هم براتون قشنگ واضحش میکنم که کاملا درکشون بکنید. پس یه نکته‌ای هست راجع به اینکه مثلا سوالی که از من خیلی میپرسه که جای دستمون باید کجا باشه. ببینین چیزی که خیلی مهمه بچه‌ها، کرینگ انگل دستای شماست. اگه همینجوری بشینی یا بیستی دستاتو شل کنار خودت رها کن، شل. خب برای بعضیامون دستامون صاف اومده پایین، همونجوری که تو خیلی از شماها دارم میبینم. برای بعضیامون مثل من یه زاویه کوچولو ایجاد شده. خب و ممکنه بعضیا هم خیلی دستشون زاویه بازتری داشته باشه که به این میگن کرینگ انگل یا زاویه هم. با توجه به این زاویه همی که هر کدوم از شماها دارید جای دستتون مشخص میشه. پس نمیتونیم به همه بگیم دست حتما عرضشانه، درسته؟ میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم که آرنجاتو صاف کن، دستاتو رها کن. حالا هر جایی که دستت هست توی همین زاویه آرنجاتو خم کن. همونجوری که میبینی توی بدن من از بیرون هم که نگاه بکنی انگار یه ذره بزرگتر از عرض شانه دستمو گرفتم، ولی در واقع دستم عرض شانه است. خب و کرینگ انگل خودم رو هم در نظر گرفتم. پس شما هم وقتی که دارید این کار رو انجام میدید یادتون باشه وقتی دارید وارد حرکت میشید جای دستتون کجاست؟ جای دستتون اونجایی که وقتی دستو خم میکنید بتونید بدون اینکه نه خیلی نزدیک کنید دستا رو پشتتون گرد شه، نه خیلی دستا رو باز نگه دارید که کتفتون به هم نزدیک بشه. پس نه خیلی زیاد نه خیلی کم، دقیقاً به اندازه دستاتون رو باز میکنید. یه نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه جای شکل دستاتون هست. ببینید مطمئنم همتون خیلی شنیده یه بعضیا میگن انگشت دستتو باید محکم فشار بدی که اصلا بندای انگشت بالا بیاد، درسته؟ اینو شنیدین مگه نه؟ خب بعضیا هستن ممکنه بهتون بگن که نه کف دستت صاف باید روی زمین باشه. حالا کدومش درسته؟ کدومش اون چیزیه که ما باید انجام بدیم؟ از لحاظ آناتومیکی وقتی که بخوام براتون توضیح بدم این موضوع رو باید بدونید که اگر که دستای بزرگی داری دستاتون پهن هست، خب میتونید اونجا به خاطر که در واقع یه سطح بزرگ و پهنی براتون ایجاد میکنه میتونید دستا رو صاف بذارید رو زمین و کف دستا رو قشنگ مستقر کنید توی زمین. اگر که یه مقدار دستای کوچیکتری دارید،
خب و مثلا دستاتون مثل من مثلا سایزش خیلی بزرگ نیست، پهن نیست، انگشتاتون رو حتما از هم باز بکنید و یه خورده دستا رو فشار بدید روی زمین، انگار می‌خواید چنگ بزنید روی زمین. اوکی؟ پس اینم شد مورد دوم که باید حتما رعایت بکنید. حالا میخوام بایستی سر پا. بیا بایست سر پا. بعد حالا همینجوری که ایستادی سر پا، پاهاتو محکم روی متت قرار بده. حالا ازت میخوام کل بدنتو شیفت بدی به سمت جلو. چه اتفاقی میفته؟ کل بدنتو شیفت بده به سمت جلو. انگشته پاتو داری فشار میدی رو زمین، درسته؟ وقتی که داری شیفت میدی جلو برای که نیفتی، انگشته پاتو فشار میدی رو زمین. حالا برو عقب. وقتی داری میری عقب، این عضلات جلوی پاتو سفت میگیری که بتونی دوباره برگردی سر جات. تو آرم بالانس همش همینه. وقتی داری میفتی از جلو، مثلا توی حرکت کلاغی احساس کنی از جلو داری میفتی، انگشتای دستتو مثل ترمز فشار میدی روی متت. اگر احساس کردی نه دارم از پشت میفتم، عضلات جلوی بدنتو درگیر میکنی، انگار داری لیفت میکنی، همه چی رو میکشی به سمت جلو. پس از انگشتای دستت، از پاشنه دستت مثل ترمز استفاده کن. وقتی داری به سمت جلو میفتی، انگشتای دستتو فشار میدی به زمین، بعد میگردونه عقب. اگه داری به سمت عقب میری، عضلات جلوی بدنتو درگیر میکنی، پاشنه دستتو محکم فشار میدی و بدنتو شیفت میدی به سمت جلو. اوکی؟ Does that make sense؟ کاملا براتون قابل درکه؟ اوکی، خیلی خوب. پس اینم شد دومین موردمون. حالا از اینجا که رد میشیم، حالا تا الان راجع به آناتومی مچ دست حرف زدیم، راجع به آرنج و کرینگ انگل حرف زدیم، میریم سراغ شونه ها. بعضی وقتا میمونی میگی چیکار کنم؟ پشتم رو گرد کنم، شل کنم، باز کنم، ببندم، چیکار بکنم؟ این زمانی که داری حرکت رو انجام میدی، نکته که خیلی مهمه اینه که یه خورده کتفاتو از هم دیگه دور بکنی، یعنی بهش میگن پروترکشن. کتفا رو که یه ذره از هم دور بکنی، هم عضلات کره بیشتر درگیر میشه، هم دسترسی به عضلات سینه‌ت بیشتر میشه. همین حالا امتحان کن. الان همینجوری که هستی، دستاتو یه ذره، شونه‌هاتو یه ذره ببر عقب. چه حسی این جلوها داری؟ حالا بیا یه ذره پشتتو گرد کن. به محض اینکه پشتتو گرد می‌کنی، یه چیزی تو شکمت میگیره تو و لیفت میشه به سمت بالا. حسش می‌کنی؟ شل بکن، دوباره بهش دقت بکن. یه ذره پشتتو گرد کن، یه چیزی میره داخل و لیفت میشه میاد به سمت بالا. تقریبا یه چیزی مثل همون رولا باندای خودمون میمونه، یا بگیم اودیانا باندا میمونه. پس در واقع وقتی که میخواید توی حرکت کلاغ برید، به خصوص اوایلش که یه خورده بدن ممکنه هنوز آشنا نباشه با این حرکت، خیلی مهمه که نه خیلی زیاد نه خیلی کم، بلکه به اندازه پشتتون رو گرد کنید تا دسترسی به عضلات سینه‌ای داشته باشید. اوکی؟ این هم نکته بعدی. حالا میرسیم این وسطه اینجا. حالا مثلا داریم داخل حرکت میخوایم، اینا رو میگم که وسط کلاس دیگه، وسط ورکشاپ نخواد براتون دوباره توضیح بدم چرا چی میشه. اینی که جای دست کجا باشه و جای آرنج کجا باشه. همیشه بهتون گفتم متاسفانه ما دم نداریم. خیلی ناراحتم، کاشکی داشتیم. چون دم نداریم، یه چیزی باید تعادل ما رو حفظ بکنه. ما یه جوری باید نقطه ثقلمون رو پیدا کنیم، درسته؟ چجوری نقطه ثقلمون رو پیدا میکنیم؟ با اون کاری که با دمبمون یا همون دنبال جمعون انجام میدیم، درسته؟ اون دمی که الان دیگه نداریمش، ولی به هر حال ته مونده‌هاشو که داریم و از دستامون هم کمک میگیریم که بتونیم نقطه ثقلمون رو پیدا کنیم. نکته خیلی 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 مهم مخصوصا برای شروع اینه که آرنج و مچ دستت با هم بیان توی یک خط. تو فرض کن داری میری تو حرکت اینجایی، ببین الان آرنجم عقب‌تر از مچ دستمه، درسته؟ خب من اینجا چجوری واقعا باید تعادلم رو حفظ بکنم؟ دم که ندارم که بدمش بالا تعادلم با اون حفظ بکنم. پس در نتیجه چیزی که وجود داره اینجا اینه که شما باید شیفت بدی خودتو جلو تا جایی که احساس کنی آرنجت با مچ دستت با هم دیگه توی یک خطه. اونجاست فقط که میتونی مرکز ثقلتو پیدا کنی. جلوترم بری بازم میشه، فقط خیلی به دست فشار میاد. پس سعی کن، چون تازه قراره که
حرکت کلام رو یاد بگیری سعی کن که حتما آرنج و مچ دستتو توی یک خط نگه داری که بتونی راحت تعادلتو حفظ بکنی. مثلا اگر اینو یاد گرفتی، اگه یاد گرفتی آرنج و مچ دستتو بیاری توی یک خط، هیچ کار دیگه بقیه‌اش نداره. 90% راهو رفتی، چون اصلا پات خودش سبک میشه میاد بالا. پس اینم حتما بهش توجه کن. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم که هست اینه که وقتی که داخل حرکت میریم انگشتای دست بعضیا انگشت اشارهشون راحت تره که جلو باشه، بعضیا انگشت سومشون راحت تره که جلو باشه. انتخاب کن، خودت انتخاب کن، امتحان کن ببین کدومش برات راحت تره. خب و یه زمان هر چقدر وقتی میخوایم بریم توی آسانه‌های یوگا هر تعداد عضله بیشتری درگیر بکنیم حرکت ساده تر میشه، به خصوص توی آرم بالانس و معکوسات. درسته؟ پس تمام تلاش ما بر اینه که یک کاری بکنیم که عضلات بیشتری رو بتونیم استفاده بکنیم که حرکت برامون ساده تر بشه. بعضی وقتا میبینید که مثلا تشویق میکنن، میگن که بعضی مربی‌ها میگن مثلا کمربند و دور دستتون بذارید، یا مثلا خیلیاتون به من میگید ما فقط وقتی میتونیم کلاغ انجام بدیم که اینجوری کمربند دور دستمون باشه. چرا موافق نیستم؟ ببین شما زمانی که کمربند رو میذاری دور دستت چه کار میکنی که عضلات سینه درگیر بشه؟ داری دستتو به سمت بیرون فشار میدی، درسته؟ دستت میخواد بره بیرون، تو داری بهش فشار میاری. در صورتی که انجام دادن کلاغ اکتیو کردن داخل دسته، یعنی در واقع دقیقاً برعکس اون کاری که تو اون لحظه با کمربند داری انجام میدی باید انجام بدی. تو باید همه چی رو بغل کنی به سمت داخل، یعنی باید انگار تصور کنی یه چیزی وسط دستات داری اینا رو به هم فشار میدی. پس به جای که کمربند بذاری دور دستت و دامنه حرکت خودتو محدود بکنی، به جاش بیا تصور کن یه آجر وسط دستته و میخوای به هم فشارش بدی، ولی خب آجر وسط دستت، پس نمیتونی دستا رو نزدیک کنی به هم، فقط فشار میدی و اکتیو و محکم نگهش میداری. متوجه منظورم هستی؟ چی میگم؟ yes no؟ آره؟ خب حالا بیا امتحانش کن. دستتو بذار رو زمین، خب یا توی 4 دست و پا، شل بگی، ریلکس مثل همیشه. ببین چه حسی تو سینه داری؟ عضلات پکتورالیس. حالا تصور کن یه آجر وسط دستاته و انگار میخوای یه چرخش بدی، محکم این دستا رو بغل کنی، انگار میخوای حسش میکنی عضلات سینه بیشتر درگیر میشه. حتی اگر تو بخوای میتونی حتی آجر هم واقعا بذاری بین دستا، ولی خب این آجر برای همه مناسب نیست چون طولش مناسب همه نیست. خب میتونی امتحان بکنی وقتی که دستا رو به هم دیگه به صورت ایزومتریک بدون اینکه جابجا بشه فشار میدی، عضلات بیشتری درگیر میشه. پس به جای اینکه بیای یه دونه کمربند دور دستت بذاری به بیرون فشار بدی و بعد 1 سال 2 سال تمرین کنی نتونی اصلا هیچ تغییری بکنی، مجبور شی همیشه کمربند استفاده کنی، به جاش راه درست رو برو. از کمربند استفاده نکن، تلاش کن که بدنت رو بدون ابزار عادت بدی به اینکه یاد بگیره که داخل دستا رو ذهناً به سمت هم فشار بیاره و انقباض ایزومتریک بده. اوکی؟ این هم یه نکته خیلی مهمه دیگه که حتما باید بهش توجه بکنیم. حالا بریم سراغ قانونی که من برای همه آرم بالانس‌ها و چیزها دارم. آرم بالانس‌ها و چی بود؟ اینورژن. خب اولین قانونی که داریم اینه که الاینمنت داشته باشیم. اولین قانون الاینمنت، یعنی یه چیزی رو یه چیزی باید نگه داریم. مچ دستتون مثلا آرنج باید توی یک خط باشه، زانوتون بالای آرنج باید با هم توی خط باشه، خب پشت باید گرد باشه. پس اولین نکته الاینمنته. بعد از اینکه الاینمنت صحیح رو پیدا کردی، خب مثلا من الان میگم که دستام اینجا باید باشه، فاصله دستام اینقدر باید باشه، باید خودم رو بدم به سمت جلو که آرنج و مچ دستم بیاد توی یک خط. پس قانون دوم لین فوروارد یا آروم به سمت جلو حرکت کردنه. یعنی به جایی که تو جامپ کنی هی 10 بار بری بیای خودتو خسته کنی، یاد بگیر با آرامش وارد یه حرکت بشی، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، دقیقاً به اندازه. این دقیقاً چیزیه که ما میخوایم. من میخوام ازتون که یاد بگیرید گریسفولی، آرام، به زیبایی وارد حرکت بشید. یاد بگیرید به جای عجله کردن، به جای 20 بار پرش خسته کردن خودتون،
یه بار بری ولی اون یه بار رو با ذهن آگاه وارد حرکت بشی. تو زندگیمون هم همینه. وقتی که یاد بگیریم که با آرامش به سمت یه هدف بریم و کانسیستنسی داشته باشیم، احتمال موفق شدنمون خیلی بیشتر از وقتیه که من از امروز میخوام 10,000 مثلا قدم بردارم، میخوام ورزش بکنم، میخوام نمیدونم غذا سالم از امروز بخورم، میخوام روزی 1 ساعت پادکست گوش بدم، کتاب بخونم. وقتی اینجوری هدف برای خودتون میریزی به هیچ کدومش نمیرسه. یا 2 روز 3 روز آدم ادامه میده، تموم. به جاش اگه آروم وارد زندگیمون بکنیم، اگر که من وقتی میخوام وارد حرکت بشم آروم خودم رو شیفت بدم به سمت جلو، احتمال موفقیت هم بالا میره. خب و سومیش که خب حالا توی وضعیت کلاغ اونقدری کاربرد نداره، ولی به هر حال چون میخوام احتمال داره بهتون سپایرم بعدش بگم، اونم به دردتون میخوره. حالا بعد من الاینمنت هم رعایت میکنم، لین فوروارد، آروم میرم به سمت جلو. حالا که رفتم توی حرکت اکسپند میکنم خودمو، گسترش میدم خودمو، انگار که میخوام به خودم قد بدم، باز بدم. میگم باز شدن واقعا باز نمیخوای بشی، ذهن تو میخوای باز کنی، جسم تو میخوای باز بکنی، میخوای به خودت گسترش بدی، هم از لحاظ مایندفولی، هم از لحاظ ذهن، هم از لحاظ جسم. فاصله میندازی بین دنده ها، دستاتو فشار میدی و کاملا سعی کنی وجود خودتو گسترش بدی. اوکی؟ حالا با دونستن همه اینا بیاین بریم روی متنمون تمرینمون رو شروع بکنیم. ماچ بهتون بچه‌ها. کامنت ها رو باز بذارم یا ببندم بچه‌ها که میخواین با هم حرف بزنین، یا ببندمش تو صورتتون؟ تو صورتتون نه، تو صورت منه. بیاین بریم روی متنمون قرار بگیریم. از گرم کردن مچ دست اصلی ترین موضوع ورکشاپمون با هم دیگه شروع میکنیم. هر جایی که قرار گرفتی یکی از دستاتو اینجوری میچرخونی، انگشتاشو میاری به سمت مرکز پاهات. خب دست دیگه هم آروم میذاری روش که نتونی خیلی جابجاش کنی. حالا بدنتو شیفت میدی به چپ، به راست، به چپ و راست. 5 نفس، 4 3 2 و 1. یه خورده بکش، نگهدار. 5 4 3 2 و 1. آرام برگرد وسط. آرام دستتو رها کن، جای دستاتو عوض کن. انگشتای دست چپتو بیار به سمت مرکز بدن، دست راستتو بذار روش. آروم بدنتو به راست و چپ حرکت بده. بده به راست، بده به چپ، بده به راست، به چپ. 5 4 3 2 و 1. بسیار زیبا. برمیگردی وسط و بعد دوباره از همونجا دستتو میاری رو به رو. انگشتای دستت به سمت جلو، بدنتو شیفت بده به سمت جلو. آرنجت صاف بمونه. برگرد عقب. دوباره بدنتو شیفت بده به سمت جلو. برگرد عقب. 5 نفس، 4 3 2 و 1. آروم خودتو بکش به سمت جلو، نگهدار. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. آرام بدنتو ببر به سمت عقب. حالا بدنتو که بردی به سمت عقب، انگشته دستتو بده به سمت دو طرف. شروع کن به ایجاد دایره حول محور مچ دستت. قشنگ دایره های بزرگ بکش. انگشتای دستت اگر حس خوبی بهت میده باز نگهشون دار. بذار دور تا دور مچ دستت آماده بشه. یه سری سلول ها نه فقط تو مچ دستمون، همه جای بدنمون داریم که استخوان هامون. یه سریاشو بهشون میگن اوستئوبلاست، یه سری‌ها رو بهشون میگن اوستئوکلاست. اوستئوبلاست ها اونایین که استخوان سازی میکنن. اوستئوکلاست ها اونایین که استخوان ها رو میخورن و میفرستنشون یه جای دیگه. خلاف جهت برو. هر چقدر استرس بیشتری بچه‌ها به یه بافت وارد بکنید، میزان اوستئوبلاستش بیشتر میشه و میزان فعالیتش بیشتر میشه و استخوان بیشتری برات میسازه. پس هر چی بیشتر با دستا تمرین کنی تا مرز خستگی بری،
احتمال این که دستای قوی تری پیدا کنی بیشتر میشه. به همین سادگی. آروم برگرد وسط، انگشتای دستتو بچرخون به سمت زانو. اگه دیدی دوتاش با هم دیگه سخته میشه یکی یکی بذار. بدنتو شیفت بده عقب، بذار کشش داده بشه. این تمرین برای وضعیت کرین پوز مهمه، چون میخوایم کرینم اگر که شد، اگر که دیدم که پتانسیلش هست، اونم بهتون درس بدم. 5 4 3 2 و 1. بسیار زیبا. آروم برگرد، دستاتو رها کن، شروع کن با دستات اینجوری بتکون 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 بتکون. خیلی خوب. حالا مطمئنم که الان حس می‌کنی دیگه قشنگ دستات خسته شده. این خوبه، این عالیه، همیشه همین کارو کنید. میریم تا مرز خستگی، استراحت بشید. دوباره میری تا مرز خستگی، استراحتش بدی. بعد بدن میبینی هر چقدر خستش بکنی، استراحتش بدی، توانش برای اینکه بتونی بهش فشار بیاری بیشتر میشه. حالا شروع کن با دستات با دایره درست بکن، مشت کن دستتو این شکلی. 5 4 بچه‌هایی که لایو هستین اگه دوست دارید گوگل میت بیاید هم میتونید. 3 اگر سرعت خوب نیست. 2 1 خلاف جهت. 1 2 3 4 و 5. بسیار زیبا. دستتو بیار جلو. یکی از دستاتو که آوردی جلو بکشش، قشنگ بکش بکش بکش. ببین هر چقدر که این زاویه رو با تمرین بتونی بیشتر رو کنی، البته که خب آدمای مختلف هم فرق میکنن، همه نمیتونن خیلی زیاد جابجاش کنن. حرکت کرین پوز همون که مثل کلاغه ولی آرنجا صافه، براتون راحت تر میشه انجامش. دست دیگه. عالی شد، خیلی خوب. حالا از همینجا آروم دستتو رها بکن. دستتو که رها کردی بیا توی وضعیت 4 دست و پا قرار بگیر لطفا. بیا توی وضعیت 4 دست و پا. از همینجا بدنتو شیفت بده جلو، زانوتو بلند کن، آروم بذارش روی زمین، برگرد سر جات. بدنتو شیفت بده جلو، زانوتو بلند کن، بذار زمین. انگشتای پات می‌بینی؟ انگشتای پات رو زمین نیست، روی پات رو زمین باشه که عضلات پایینی کورت هم درگیر بشه. 3 باریکلا. 2 و بار آخر 1. ببین صاف صاف یه ذره نگهدار اگه خسته نمیشی. 5 4 3 2 1. زانوتو بذار روی زمین، آروم با سرتو بکش عقب، دستاتو رها کن، مشت کن، باز کن، مشت کن، باز کن. یه استراحت کوچولو بهش بده. خیلی زیبا. دوباره بیا توی وضعیت 4 دست و پا قرار بگیر. حالا دیگه الان مچ دستمون خیالمون راحته که گرم شده، میریم یه خورده بالاتر، میریم سراغ شانه ها. یه نکته خیلی جالبی که بهتون بگم، چون کلا توی همه این ورژن‌ها و آرم بالانس ها همه فکر میکنن از قدرت کور خیلی مهمه. اونا مهمه، ولی یه چیزی که خیلی خیلی مهمه خم عقبتونه. یعنی شما باید قفسه سینه بازی داشته باشید که خیلی از آرم بالانس ها معکوس ها رو بتونید انجام بدید. پس فقط تمرکزتون رو نذارید من شکم قوی دست قوی میخوام، باید انعطافتون هم موبیلیتیتون هم بالا باشه. پس همینجا که هستید این کار میگن شولدر شرانک. میای دستات صاف صافه، وسط قفسه سینه‌تون میدی پایین، کتفات به هم نزدیک میشه، ریترکشن. آروم دستا رو فشار میدی، پشت یه خورده گرد میشه، کتفات از هم دور میشه. ریترکشن، آرنجت خم نشه. پروترکشن، گربه گاف نیست، سولماست. ببین قشنگ وسط قفسه سینه‌ت میاد پایین، انگار غرق میخوای بکنی خودتو پایین بیای بالا، غرق بکنی خودتو پایین بیای بالا. آها این شد، باریکلا. 1 2 3 4
5. آفرین. خسته شدی استراحت کن. اگر میتونی 5 دیگه هم برو. 6 7 8 9 دهمین تکرار. کتفاتو که از هم دور کردی بهش میگن هالو بادی پلنک. کتفات که قشنگ از هم دور شد آروم پاتو بکش عقب. حالا اگه تونستی همونجور روی پاتو بذار روی زمین. اگه دیدی خیلی سخته انگشت پاتو بذار روی زمین. چی گفتم بهش میگن هالو بادی پلنک. اینجوری جلوی بدنت خالیه. آمادگی خیلی خوبه برای آرم بالانس ها برای همشون. 3 یکم گرتر. 2 دیگه زهرا لازم نیست که دیگه شولدر استرانگ انجام بدی. بمون فقط. 1 زانواتو بذار روی زمین. آفرین. یه لحظه استراحت بکن. یه بار دیگه میخوایم انجامش بدیم. کتفاتو از هم دور کن. آرنجات صاف. پاتو بکش عقب. هالو بادی پلنک. یه ذره دنبالچت هم میتونی بیاری پایین. دستاتو فشار بده. پشتتو گیر کن. نگاهت رو به رو. 5 4 3 2 1 آرام. زانوهاتو بذار روی زمین. یه لحظه بشین. دستاتو ریلکس کن. تا وقتی دردناک نشده میتونی فشار به خودت بیاری. ولی زمانی که دیگه داره دردناک میشه دیگه اون موقع یعنی چی؟ یعنی که باید استاپش بکنی. کوفتگی، خستگی، سورس طبیعیه. واقعا خوبم هست. آفرین. خب حالا از همینجا دوباره دستاتو بذار لطفاً روی متت. میخوام بریم توی وضعیت چاترانگا. هم من چکتون کنم ببینم چاترانگاهاتون چطوره. همین که بدنمون رو آماده کنیم برای اینکه یاد بگیریم وقتی میریم توی وضعیت کلاف چجوری بمونیم توی کلاف. خب خیلیاتون میرید ولی نمیتونید نگهش دارید. این یه تمرین خیلی خوبه برای که یاد بگیرید که کلافتون رو نگه دارید. میای به سمت جلو. شونه رد میشه از مچ دستانت رو زمین میتونه بمونه. بعد آرنجتو به سمت عقب خم کن تا نیمه بیا پایین. نگهدار. همونجا نگهدار. نگهدار. 5 4 3 2 دستتو فشار بده. لیفت کن بیا بالا. این برای وقتی خوبه که میخوای یاد بگیری چطور از وضعیت هدستن یا همون سپایه برگردی بیای کلاف. رفتنش راحته. برگشتنش بعضی وقتا چالش خیلی زیاده. حالا یک بار دیگه دستاتو فشار میدی. بدنتو شیفت میدی جلو. اجازه میدی شونه از مچ دست رد شه. کتفات از هم دور شه. آرنجتو خم کن به سمت عقب. وسط راه نگهش دار. داری میلرزی. خب منم دارم میلرزم. همین دقیقا داستان همینه. 5 4 3 2 پوش کن بیا بالا. آفرین. آروم با سمتو ببر عقب. یه لحظه دستتو رها کن. یه نفس دم. بازدم. دم و بازدم. دوباره دستتو بذار روی متت. بار آخر بدنتو شیفت بده جلو. صدتو بذار. آرنجتو خم کن تا نیمه بیا پایین. اینجوری گودی کمر نده. پر کن خودتو. نگهدار. 5 4 باری که الان میتونی. میدونم که میتونی. 3 2 1 بیا بالا. آروم بیا بالا. باری کلا. آفرین. خیلی خوب. دستتو یه لحظه رها کن. دست راست. دست چپ. حالا یه مدل هولد میخوام بهت یاد بدم که این هولد خیلی خیلی روی قدرتت تاثیر میذاره ولی ساده قطعا نیست. چیکار میکنیم؟ میریم توی وضعیت خطکش. خب بعد از توی وضعیت خطکش یه ذره با پاهات میای جلوتر. خب بعد بدنتو شیفت میدی جلو. بعد انگار مثلا 1/4 راهو میخوای بری پایین. نه خیلی زیاد. نه خیلی، یعنی اون چاترانگای همیشگی نیست. نصف نیمه. وسط اون حالت 90 درجه میمونی. بعد نگهدار. آماده ای؟ بریم. دستاتو بذار. بیا خطکش. بعد یه ذره با پاهات را برو جلو. کوتاه بکن استندتو. بعد شیفت بده خودتو جلو. یه ذره بدنتو بکش جلو. میبینی چقدر عضلات بازو و دلتویدت درگیر میشه؟ بمون. 3 سمیرا رفت پایین. 2 1 برو سگ سر پایین.
یه کاری برای من امروز بکنید. کلا فکر پایین رفتن از سرتون بیرون کنید. بیاید بالا امروز. کلا هر جوری میخواید از حرکت خارج بشید به سمت بالا باشه، نه به سمت پایین. همینه که یادتون میره که چطور توی کلاغ محکم بالا بمونید. ولی اگه هی عادت بکنید نه دیگه چاترانگا رفتم باید حتما برم پایین بعدش برم سنگ سر بالا، نه، و برگردی بالا خطکش. یه دونه دیگه هم برو شیفت بده خودتو جلو، استندتو یکم کوتاه بکن، یه کوچولو برو پایین. 5 4 3 2 سگ سر پایین قرار بگیر. یکم با پاهات پدال بزن، پای راست پای چپ. انعطافت خیلی مهمه برای اینکه بتونی حرکت کلاغ رو انجام بدی. وقتی که انعطافت خوب باشه راحت‌تر زانوت میاد بالای بازو قرار میگیره. پس همینجوری تو سگ سر پایین قشنگ پدال بزن که عضلات پشت پا درگیر بشه، کشیده بشه. 5 4 3 2 1. نگاه کن به جلو، زانواتو خم کن، بپر یا قدم بردار بیا جلو. دم بگیر تا نیمه بیا بالا، کمر صاف. بازدم کن، خم شو جلو. دم بگیر کامل بیا بالا، دستاتو بکش به سمت سقف. بازدم کن، دستتو بیار توی قلبت و بعد یه دونه کمربند بردار. الان روی استرنگت و قدرت عضلات سینه‌ای و سرشانه کار کردیم. حالا میخوایم روی موبیلیتی و دامنه حرکتیش کار بکنیم. دستاتو میکشی جلو، آروم میبری به سمت بالا و عقب. اگر رفت عقب، اگه نرفت عقب اشکال نداره، برش گردون جلو. دوباره بیارش جلو، اینجوری گردنت اینجوری نشه، آرنجت خم نشه. آفرین. 2 3 4 پاتو محکم رو زمین بذار. 5 6 7 8 9 و 10مین تکرار. کمربندتو رها کن، دم بگیر، دستاتو بکش به سمت بالا و عقب. بازدم کن، خم شو جلو، اوتاناسانا. دم بگیر تا نیمه بیا بالا، کمرت صاف، آردا اوتان. بازدم کن، دستاتو بذار روی زمین، قدم بردار، برو عقب بیا خطکش. از همینجا بدنتو شیفت بده جلو، آرنجتو خم کن، چاتورانگا. روی پاهاتو رها کن، سر بده خودتو به سمت جلو و بالا. سگ سر بالا، شونه از گوش دور لیفت. بازدم کن، با سرتو بکش به سمت بالا و عقب. سگ سر پایین. بمون دم. بازدم. یه تکرار دیگه، جلو رو نگاه کن، بپر یا قدم بردار بیا جلو، اوتاناسانا. دم بگیر تا نیمه بیا بالا، کمر صاف. بازدم کن، خم شو جلو. حالا اینجا زانواتو خم کن، دست چپتو رو زمین بذار، دست راستتو ببر بالا. گفتم میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کلاغ جانبی هم انجام بدیم. پس یه چند تا پیچ هم میریم که خیالمون راحت بشه، بدنمون گرم و آماده است برای پیچ. دست راستتو بذار رو زمین، دست چپتو ببر بالا. 5 4 3 2 1. دست چپتو بذار روی زمین، دم بگیر، بدنتو بکش بالا. بازدم کن، دستتو بیار توی قلبت قرار بده. یه تکرار دیگه، این بار دستتو ببر بالا، زانواتو خم کن، کف دستا رو بزن به هم، بپیچ به سمت راست. ببین میتونی آرنج دست چپ رو بذاری بیرون پای راستت، با سرتو یه ذره بیار پایین. باری کرد اشکال نداره زانو رد بشه، از هر جا رد شد خبر نیست، هیچ چیز نمیشه. 3 قشنگ باز کن، بپیچ. هر چقدر پیچتو بیشتر کنی حرکت کلاغ جانبی ساده تر میشه. 2 1 برگرد سمت چپ، آرنج دست راست بیرون زانوی پای چپ، دست چپ میره بالا و عقب. برگرد وسط،
دستاتو بذار روی زمین، خمشو به سمت جلو، اگه دستت به زمین نمیرسه بذار روی آجر. 5 زانو صاف. 4 آفرین. 3 2 1 با پاهات قدم بردار، برو عقب بیا توی حالت 4 دست و پا. حالا حرکتی که الان باشم میخوام بهتون یاد بدم یه چیزی رو بهتون یاد میده، یه هدفی رو دنبال میکنه، بهش میگم تایگر پروپوز. خب این حرکت بهت یاد میده چطوری توی وضعیت کلا خودت رو لیفت کنی به سمت بالا و کلپس نشی. چون یکی از چیزایی که باعث میشه ما نتونیم مداوم تمرین کنیم اینه که وزن خیلی میندازید روی دستاتون کبود میشه، اذیت میشید، درد میگیره، نمیتونید مدام تمرین بکنید. پس باید یاد بگیریم به جای که وزنمون رو بندازیم روی دستمون، دامپ کنیم خودمون رو به سمت پایین اینجوری بشیم، به جاش یاد بگیریم لیفت کنیم خودمون رو به سمت بالا. اکسپنشن اینجا به دردت میخوره. اینکه یاد بگیری 1 دقیقه 2 دقیقه تو کلاغ بمونی بدون اینکه دستات کبود بشه. اوکی؟ حالا بهم نگاه کن، کاری که میکنی اینه. 2 لول در میگم، یکی برای بچه‌های متوسط، یکی برای بچه‌هایی که خیلی وقت یوگا کار میکنن. گزینه اول برای بچه‌های متوسط، تو 4 دست و پایی یکی از پاها رو میکشی توی شکم، پشتتو گرد میکنی. بعد ببین معمولا شماها این شکلیه، یعنی پای خیلی نزدیک زمینه. میخوام که زانوی پای پشتی رو بلند کنی، لیفتش کنی، دستتو فشار بدی، هر چقدر میتونی این زانوی رو بیاری بالا. این اکسپنشن، این گسترشه، این پوشه رو حس کن. بیشتر اعظم قشنگ بکشش تو شکم، بیارش تو شکم، پشتتو گرد کن، بیا تو شکم. باریکلا. آفرین. خیلی خوب. حالا آپشن دوم برای بچه‌ای که خیلی وقت یوگا کار میکنی، زانواتو یه ذره از زمین بلند میکنی، حاضر. بعد این کار رو انجام میدی، نگه میداری، زانو میاد داخل، پشت گرد، زانوی پای مخالف نزدیک زمین. بمون. بیشتر بکش به سمت داخل، پوش کن. آروم بذار زمین. خب حالا بهتون نشون بدم چی کار دارید میکنید. حالا خودتون هم میتونید از خودتون فیلم بگیرید ببینید. خب چیزی که من دارم توی 90%تون میبینم اینه. خب این دقیقاً دلیلیه که شماها نمیتونید توی کلاغ وارد بشید، چون اصلا فلکسوراتون رو درگیر نمیکنید. این عضله اینجا رو باید درگیر کنید، وسطه این خط داخله اینجا هست. خب و بکشیش، قشنگ جمعش کن اینجوری، یعنی پای رو به اینجاست. درسته؟ میدونم سخت اگه آسون بود که ورکشاپ براش لازم نمیشد بذاریم. جمعش کن، قشنگ لیفتش کن، پوش کن. فضا داری تو بدنت، فقط کافیه که با آگاهی بیشتر تمرین کنی. برو پوش. بچه‌هایی که لایوین پوش کن، قشنگ زانو تو بکش داخل، لیفت کن، بیا بالا. باریکلا. قشنگ جمع. ماشاءالله عالی. این شد. آفرین. بیارش پایین. یه استراحت مچ دستت بده. نمیخوام اوورورک بشی، خسته بشی، برای خود حرکت اصلی نتونی وقت بذاری. یه نفس بگیر. جای پامون رو میخوایم حالا عوض کنیم. دستتو بذار رو زمین. انتخاب کن آپشن تو. زانوی پای مخالف رو جمع کن به جای که این وسط ناامید بشی. یادت بیاد لیفت، اکسپنشن، پشت گرد، زانو داخل، بالای بالا، هیپ فلکسور درگیر. 5 برو ببینم چیکار میکنی. 4 بیشتر. 3 جمع کن. 2 و 1 آروم بذارش پایین. یه نفس بگیر. لبخند یادت در خیلی جدی نگیر تمرینه رو. برای لذت برد، به قصد لذت از تمرینت استفاده کن. به خودتون سخت نگیرید، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. لذت ببرید از تک تک لحظاتی که روی متتون هستید. کار درست همینه. اینی که الان شما این 300 400 نفری که الان اینجا هستید آنلاین دارین تمرین میکنید، این که اومدی پاتو گذاشتی رو مت روز جمعه تو به جای اینکه تو رخت خواب دراز بکشی داری ورزش میکنی، این مهمه. مهم نیست که چقدر یا چه جوری یا چه کار داری میکنی، مهمه که خوب گوش میدی، هستی و داری تمرین میکنی. خب از اون منبر که اومدم پایین یه بار دیگه اینو برید. این چون اینه همینه. مشکلتون خیلیاتون الان همینه. میای پای چپتو جمع کن، لیفت،
بالا، بعد جاشو عوض کن، پای مخالف لیفت، جمع کن، بالا، باریکلا. حالا از اینجا قدم بردار یا بپر بیا جلو، بیا توی وضعیت اوتاناسانا. یکم با پاها پدال بزن. خیلی خوب. دوباره با پاهات برو عقب. یه بار دیگه همین تایگر کرو رو میریم ولی یه چیزی رو امتحان میکنیم. زانوتو میخوام بیاری پایین، حس کنی چه حسی داره. حسش دقیقا مثل وقتی که آدم از تو کلاف داره میفته پایین، یعنی خودتو ول میکنی، بعد دوباره لیفتش کنی به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی من اینجا تو خط کشم، خب، یا حالا تو 4 دست با هر کدوم امکانش هست، جمعش میکنی میاریش تو شکم، هر چقدر مثل میاریش داخل، آروم میاریش پایین. ببین چه حسی داره. کتفا به هم نزدیک میشه، قفسه سینه ول میشه، بدن کلاپس میشه. حسش رو حس کن. وقتی بچه آدم آگاه باشه تو حرکت ها، نصف راه رفته. همین که آدم بدونه واقعا داره چه اتفاقی میفته، از ذهنش برای انجام حرکت استفاده کنه، نصف راه رفته، از نصف هم بیشتر. 3 تا برو با پای راست، هی حسش رو بررسی کن. میبینی پشتت که گرد میشه، عضلات بین دنده ایت هم قشنگ درگیر میشه. یعنی شما لازم نیست آناتومی خونده باشید، مثلا میگی اینجا درگیره، اینجا یه چیزی اینجوری کچکچکی درگیره، این چه عضلات عضلات بین دنده ایت. خب اینا درگیر میشن. مثلا وقتی که پای رو میکشی به سمت بالا، اینا خیلی کمکت میکنن و بتونی طولانی تو حرکت بمونی. 2 تا پا رو رفتی؟ خب پشت دستات یه زنگ بزن به هم، خسته بیشتر بده. چون که میخوای خستگی دستامون در بره، میشینی حرکت مورد علاقه منو میریم، میریم توی وضعیت کلا. کلا خودت چی گفت؟ من همه تونم اومدید ادامه داری حرکت پایه. اگر کلا تو کلا قمش دارم به کلا فکر میکنم، همه چون کلا میبینم. اما تو از اینجا بلند کن، بیار. یه تمرین دیگه هم الان داری، اینی که هیپ فلکسورتو درگیر کنی. قشنگ پای رو بکش به سمت داخل، بیار تو. ماشاءالله. 5. ببین هدف آسانا فرق میکنه. اگه میخوای مثلا خمرقم انجام دادی مکملش رو میخوای بری پاتو صاف نگه داری، الان ما میخوایم کلاغ بریم، باید هیپ فلکسورامون درگیر بشه، جمعش کن قشنگ تو شکمه. 5. میبینیم بس اینجا رو داره یکی داره گاز میگیره؟ آره یا نه؟ آره. خب خدا شد. همین میخوام. 3 2 1 آروم شدش کن، خم شده سمت جلو. نفس بکش، همواره تنفستو بهش آگاه باش. دوباره میریم توی حرکت قایق. از همینجا پاتو جمع کن، بیارش بالا، دستا رو بده جلو. میتونی دستا رو همجوری بیاری که با آرنج توی یک خط باشه. زهرا هستی دیگه؟ الان هستی که دیگه داری با همون حرف میزنی. 5. هرچند که الان دیگه آخرای ورکشاپه و فکر نمی‌کنم الان وقت مناسبی باشه که همراهمون بشی، چون بدنت سرده. آروم رها کن. دوباره خم شو به سمت جلو. حالا خوب گوش بده، بدنتو بکش بالا. خب پاهات یه خورده از هم دیگه فاصله داره. پای راستتو بلند کن. این عضله هیپ فلکسور که میگم میخوام بفهمی کجاست. یه چیزی هست اینجا درد میگیره، نگیرش پریا. نگیرش پریا. آره ولش کن. خب اینه هستا. هر خیلی اذیت شد بگو. خیلی اذیت شد نشد. خب بذارش پایین. خب شد. خب خدا شد. همینه. این الان میخوام ببینید تا وقتی که منقبضش نکنی، سفتش نکنی، نکشیش یا هر کاری، یه کاری باید باش بکنی که بفهمید چی کجاست. الان فهمیدی این حسه رو دیدی این وسطه، این هیپ فلکسورته. پس وقتی میگم هیپ فلکسورتو درگیر کن، یعنی این حسه رو برای خودت بازسازی کن، اینجوری جمع کن، انقباض بده. ببین هم انقباض به مدل‌های مختلفی داریم، درسته؟ یه انقباض ایزومتریک داریم، یه انقباض
برونگرا داریم، درونگرا داریم، انقباض ایستا داریم. این انقباضه خیلی وقتا به خصوص وقتی که توی حرکت هستید انقباض ایزومتریکه، یعنی طول تغییر نمیکنه، هیچی جابجا نمیشه، ولی تو مقاومت فقط ایجاد میکنی، سفتش میکنی. اوکی؟ پس توی حرکت کلاغ وقتی گفتن این فلکسوراتو درگیر کن، منظورم اینه که چه فیزیکی چه ذهنی این روی رانو به سمت شکم فشار بده که این عضله درگیر بشه. برو پای چند. اگه مشکل سیاتیک داری اینو خیلی طولانی نمون. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 آروم بذارش روی زمین. خم شو جلو. گفتم انعطافت خیلی مهمه توی کلاغ، یه دست و پات به هم برسه. خیلی عالی. بیا بالا. حالا آپشن اول همینه، کور ورکمون برای بچه‌هایی که خودتون میدونید دیگه، نمیخوام اسم بذارم بگم متوسط پیشرفته، خودتون میدونید که آیا این برات همین چالش داره. میری ولی یه ذره میری پایین، لو بوت پوز، برمیگردی بالا، میای بوت پوز، یکم هم نگه میداری. آپشن دوم لولاسانا پالسه که یه اسلایدر یا جوراب باید پات باشه. خب من فکر کنم با اسلایدر بتونم انجام بدم. شما جوراب هم میتونید پاتون بکنید. خب میای این دستاتو میذاری حالت مثل لولاسانا، اینو بهش میگن آمادگی لولاسانا. خب مثل آمادگی لولاسانا یه راه اینجوری قرار میگیری، دستاتو فشار میدی، مراقب باش اینجوری نشه ها، محکم بگیرش. بعد از همینجا پشتتو گرد میکنی، زانو رو میاری شکم، پای رو میبری عقب، دورش میبریش جلو، میدی عقب، دورش میدی میاریش جلو، عقب، دورش میدی. اینم هم کورورک هم هیپ فلکسوره. البته که من اعتقاد دارم که هیپ فلکسور هم بخشی از کوره، ولی این خیلی خوبه. هر کدومش دوست داری، هر کدومش برات امکان داره. من اگه اون که تو فرش خونتون سخت میشه، همون بوتو برید. گودی کمر درست نکن، صاف برو، صاف. 1 برگرد. بعد که برمیگردی قشنگ لیفتش کن به سمت بالا. اگه این تمرین خیلی خوبی برای وضعیت کرین پوز هم هست، همون با آرنج صاف. اینجوری قشنگ سعی کن که زانوت صاف، میگم زانوت خم تو شکم، میری عقب میاد جلو، میری عقب میای جلو. باریکلا برو. 5 4 آفرین سویلا. 3 2 بدون آجر نمیشه این حرکت رو انجام داد. باید حتما آجر داشته باشی زهره. همون لو بوت پوز برو عزیزم. 1 آره سارا سیف میکنم. خوبه. شل کن و بیا دراز بکش به شکم. یه کاری کن. بذار تا نه دراز نکش تو شکم. یه لحظه بیا بالا. کم رها کن دستتو. حالا دیگه تا خیلی خسته نشدی یه بار با هم دیگه حرکت کلاغ رو امتحان می‌کنیم. بعد میریم دوباره یه سری دریل دیگه انجام میدیم. بعد دوباره کلاغ امتحان می‌کنیم. اولین حالت میخوام بهتون جوری درسش بدم. به این صورت یه دونه آجر میذاری جلوت. خب یه دونه آجر دیگه هم این شکلی میذاری. حالا یکی آجر تا برای که دستاتو بذاری کنارش بعد برش دار. خب بعد از همین جایی که هستی این حالت سگ سر پایین. خب ولی یه ذره پاهات نزدیکتر. میای از همین جا شیفت میدی خودتو جلو، پیشانی تو میذاری رو زمین، آرنجت هم خم. حالا یه ذره سرت از روی آجر بلند کن، یه ذره، بعد نگهش دار. دوباره بگم اگه متوجه نشدی. یه دونه آجر از طول متوسطش میذاری، یه آجر دیگه هم از طول بلند میذاری، نه فقط اندازه‌ای که جای دستت مشخص بشه، دستتو میذاری کنارش. بعد از اونجا میری توی سگ سرپایین ولی پایی کم نزدیکتر. بعد از همینجا آرنج تو خم کنی، پیشانی تو میذاری رو آجرت.
حالا دستتو فشار بدی، یه ذره سرتو از رو آجر بلند میکنی، نگه دار. 5 4 ماشاءالله. آرنجتو خیلی صاف نکن. 3 سر نزدیک. 2 1 آروم سرتو بذار پایین. شراره. دوباره یه شراره، یعنی یه لحظه چه کاری بود واقعا. دوباره این یادت میده که چطور توی حرکت کلاف ول نشی به سمت پایین. دیدی بعضیا مثلا وقتی میری تو کلاف خسته میشی، سری خود بیفتی پایین، این بهت یاد میده، بدن تو کاندیشن میکنه که بتونی خودتو لیفتت بالا نگه داری. یه بار دیگه برو. دیگه ولت میکنم به خدا. برو تو خدا، یه دونه دیگه. برو سرتو بذار رو آجر فرضی. اگه آجر نداری یه کار دیگه بکن. 3 یه مثلا قابلمه چیزی بذار جلو. 2 خود کلاغو نرو عزیز دلم، خود کلاغو نرو. ببین بس اینه دقیقاً که پریپریشن حرکت و آماده سازی حرکت از خود حرکت خیلی مهمتره. این که تو بتونی اینجا خودتو نگه داری خیلی مهمتر از اینه که بری تو کلاغ. درسته؟ میخوایم بتونیم از کلاغ جابجا بشیم، بتونیم از کلاغ یه پامون رو برداریم، بیاریم، ترانزیشن انجام بدیم. دارم بچه، همتون رو دارم، ولی تعداد خیلی زیاده، یعنی همه رو نمیتونم واقعا ببینم. خیلی خوب، بیا پایین. آفرین. حالا از همینجا میای 2 تا آجر میذاری جلوت. اونایی که تا حالا کلاغ انجام نداری. 2 تا آجر از طول بلندش، معمولا میگیم به بلندی استخوان بازوتون باشه، میذاری جلوت. فاصلش نه خیلی بازه نه خیلی بسته است، که قشنگ امنیت بکنی. دست دقیقاً پشت آجر عزیزم. دوباره نه ببینم اینجا گذاشتی ها، پشت آجر. خب بعد آرنجات خم میشه به سمت عقب. یعنی نگاه کن باید دستتو چجوری بذاری که آرنجت بره به عقب نره بیرون. آرنجت بره عقب. بعد آرنجتو که بردی عقب، شونه ها تو قشنگ بذار روی آجرت. بعد اگه لازمه که نزدیکترش کن که احساس کنی قشنگ سفت و محکم روشی. بعد میبینی دستامو، مچ دستامو میبینی با آرنجم اومد توی یک خط. این مهمه. بعد زانوهاتو بلند میکنی، یه ذره با پاهات راه میری میای جلو. یکی از زانوهاتو، همون تنبیه که انجام دادیم تایگر کرو، الان به دردت میخوره. لیفت کن، لیفت کن، لیفت کن، بذارش بالای آرنج. اون یکی پا رو لیفت کن، لیفت کن، لیفت کن، بذار بالای آرنج. اگه سرت سخت بشه سرتو بذار رو زمین. اگه میتونی سرتو نذار رو زمین. آفرین. دستتو فشار بده، یه ذره سوناز با دست بیا جلوتر. آرنج و مچتون باید توی یک خط باشه. لیفت کن، زانو رو جمع کن، بکش بالا، با سر چیتر رو بکش بالا، پشتتو گرد کن. عین تایگر کو. آفرین. حالا آروم آروم. آفرین. حالا انگشت پا رو پوینت کن. خیلی خوب. یه عالی بود. شعر خیلی خوب. ببین بچه‌ها یه چیزی که بهتون میگم اینه که ما وقتی که داریم میریم توی حرکت، شما بدنتو داری شیفت میدی به سمت جلو، میخوای تعادل حفظ کنی. چی تو رو نگه میداره؟ اون مرکز ثقله. اگه انگشتای پاتو بیاری به سمت پایین، بدنت وزنش میفته به سمت عقب، برای همین زود از حرکت خارج میشی. خب چیزی که مثلا تو خیلیاتو میبینن اینه، چون میترسی. این معمولا از ترس ناشی میشه که میخوای آماده باشی که بری پایین، ولی به جاش انگشتای پا رو پوینت کن. این پوینت کردن هم هیپ فلکسوراتو درگیرتر میکنه، طولانی تر میتونی تو حرکت بمونی، هم وزنت به سمت عقب هدایت نمیشه، همجوری به سمت جلو میره. برو دستاتو فشار بده، آرنجتو خم کن، شونتو بذار رو آجر، مطمئن شو آجرت مستقره. یه لیفت بده به خودت. مولا باندا، هیپ فلکسورا درگیر. ماشاءالله باریکلا. ببین چقدر طولانی تر تونستی بمونی. خیلی به افتخار میکنم. پشت گرد، دستات محکم زمین. ماشاءالله. بیا پایین. عالیه. سرتو آزاد کن یکم. آفرین آفرین عزیزم، عالی بود. باریکلا. یه نفس بگیر. اگه میترسی خب همیشه یه دونه بالش جلوت بذار.
یا یه دونه بولستر یوگا. آره میفتی روی. من همیشه بهتون میدونید چی میگم بابا اینقدر نزدیکی بزن چی میشه، مثلا هیچی نمیشه، حالا فرقم بخور میخوری زمین، فقط دهانتون باز نباشه که دندوناتون آسیب ببینه. در این صورت طوری نمیشه، یه نیمه 5 سانتی متر با زمین فاصله ندارید. اگه اینجوری بهش نگاه کنید ترسه میزه. خیلی وقتا خیلی از محدودیت‌های ما مال ترسه، چون میترسیم اعتماد نمی‌کنیم به خودمون، مثلا ذهنمون تو ترس است. ولی وقتی که به خودت اعتماد بیشتر داشته باشی تمرکزت میاد رو جسمت به جای اینکه همش تو سرت بچرخه که الان اگه بیفتم چی میشه، اگه بیفتم چی میشه. نمیافتی، طوری نمیشه. آجر هست، بالش هست، افتادی هم افتادی. افتادن بخشی از مسیر رشده. خب حالا از اونجا میخوایی که اگر که همینو اولین بار تونستی انجام بدی میتونی همینو ادامه بدی. اگر که دوست داری یه بار دیگه امتحان کنی، این بار میای آجر یه دونه یا 2 تا میذاری زیر پات. چرا زیر پا؟ ببین وقتی که میای زیر پا انگار یه لیفت بهت میده، راحت‌تر آرنج تو بازو تو میتونی توی یک خط قرار بدی. مدل‌های مختلفی بچه‌ها کلاغ وجود داره. خب اینتنشنتون، نیتتون مهمه. هیچ کدومش برتری بر دیگری نداره، هیچ کدومش هم غلط نیست، همش درسته. تنوع مختلف حرکته. خب حالا من 2 تا تنوع حرکت رو بهتون یاد میدم. یکی از تنوع اینه که زانوها بره بیرون بازو. معمولا برای چی استفاده میشه؟ برای وقتی که میخوای تبدیلش کنی به مثلا حرکت اکاپادا کوندانیاسانا، یا مثلا میخوای تبدیلش کنی به وان لگت کرو 2. مثلا چه شکلی؟ اینجوری پاتو میاری به سمت بیرون بازوت، بعد پاها رو به دستت محکم فشار میدی، دستا هم ذهناً به سمت داخل محکم و سفت میکنی. پس اینو یادمون میمونه. بعد از همینجا شیفت میدم خودم رو جلو، پاها رو به دست فشار میدم، پاها رو بلند میکنم. بعد حالا اینجا دستم بازه دیگه، مثلا یه پا رو میکشم جلو برش میگردونم، یه پای دیگه رو میکشم به سمت جلو و بعد دوباره برمیگردم میام روی آجرم قرار میگیرم. اصولش همونه. یه مثلث فرضی جلو مشخص میکنی، نگاه میکنی به رأس مثلث، بدنتو شیفت میدی جلو، آرنجت با مچ دستت که اومد توی یک خط آروم آروم مولا باندا میگیری، هیپ فلکسوراتو درگیر میکنی، انگشت پاتو از روی زمین بلند میکنی. امتحان کن. دوباره بیا رو آجرت، دستا رو بذار رو زمین، پا رو بذار بیرون دستت، انگشتای دستت اگه دستای بزرگی داری به هم نزدیکش کن، اگر که دستای کوچیکی داری دست پا هم باز کن، انگشتاتو فشار بده، بدنتو شیفت بده جلو، نگاه جلو، آرنجت که با مچ دستت اومد توی یه خط، آروم پاتو بلند کن. باریکلا ازم. مولا باندا هیپ فلکسورات هم درگیر کن قشنگ. آفرین. عالی باریکلا. باریکلا. سوماز عالی. آفرین بچه‌ها، خیلی خوبه. بیا پایین. خیلی خوب. یه مدل دیگه هم هست که معمولا وقتی استفاده میشه که میخوای تبدیلش کنی به کلاغ تک‌پا، یا مثلا میخوای تبدیلش کنی به هندستند، یا میخوای تبدیلش کنی به ترایپاد سه‌پایه. خب اون یکی همونیه که زانو یا میاد به سمت زیر بغل یا میاد به سمت بالای آرنج. حالا آناتومیکی چرا اینجاها باید قرار بگیره؟ استخوان‌های ما انسان‌ها این شکلیه که وسطش نازکه، به سمت مفصل که میره پهن و بزرگ میشه. خب پس ما برای اینکه بتونیم زانومون رو یه جایی بذاریم باید یه جای پهن باشه. پس یا باید بالا سر استخوان بازو بذاریمش یا ته استخوان بازو بذاریمش. وسطش اگه بذاری یعنی داری روی دایره کوچولو میذاریش و هی سر میخوریم، هی میافتیم، هی به هم میریزیم. درسته؟ پس یادت باشه جایی که باید قرارش بدی خیلی خیلی مهمه. یا قشنگ ببرش بالا یا بیارش بالای آرنج. بعد توی قسمت پا هم ببین نگاه کن، این استخوانه رو میبین اینجا زده بیرون، بهش میگن تیبیا توبراستیتی. یه ذره میای بالا و اینجوری دستتو که میکشی یه جای اینجوری صاف طوره، اون صافه رو میذاری روی قسمت بالای آرنج. بعد از اینجا قرارش که دادی، قانون اولمون چی بود؟
الاینمنت، دستامو فشار میدم، فاصله دستامو رعایت میکنم، داخل دستا به هم اکتیو. لین فوروارد، بدنمو شیفت میدم جلو. آرنجم و مچ دستم که با هم اومد توی یک خط. اصلا ببین خودش بچا داره اتفاق میفته، فقط کافیه به خودت اعتماد بکنی. یه اصلا خودت پای شل و سبک میشه، میره بالا. خب پس کاری که میکنی این بالشته رو بذار جلو که نترسی، دستاتو محکم رو زمین فشار بده. ببین باسنتو اینجوری خیلی نیار بالا، همین باز حرکت سخت‌تر میکنه. زانوتو بالای آرنجتو با هم بیار توی خط یا بالای بازوت. بعد جلو رو نگاه کن، شیفت بده خودتو جلو. هر جا احساس کردی آرنج و مچ دستت با هم توی یک خطه، اونجاییه که احساس میکنی داری میافتی. حسش بچا واقعا مثل حس افتادن از جلوه، ولی نمیافتی. دستاتو انگشتاتو محکم مثل ترمز فشار بدی میمونی. بعد از همونجا داخل دستا اکتیو، نگاه جلو، با سن بالا، آروم پاها رو میاری بالا. وقتی پاها رو میاری بالا از انگشتای دستت مثل ترمز استفاده میکنی، به جایی که سریع بترسی. وقتی میترسید به جای پاسخ مناسب عکس العمل نشون میدید. عکس العمل چیه؟ عکس العمل یه چیزی که ناخودآگاه اتفاق میفته، تو هیچ توش دخیل نیستی و وقتی تو توش دخیل نباشی یا میافتی یا برمیگردی. ولی اگر خودت آگاهانه تصمیم بگیری، باشی در لحظه، وقتی داری میری به سمت جلو، میگی یاسمن چی بهم گفت؟ اگه دارم از جلو میفتم انگشتای دستمو مثل ترمز فشار میدم. پس دستتو مثل ترمز فشار میدی، میمونی. خب آماده ای؟ هر کدوم از وریشن ها که دوست داشتی برو. دستتو بذار، کف دستات جاش مشخص باشه، فاصله بین دستات داخل آرنجا اکتیو. بعدم شیفت بده جلو، جلوتر پریا، برو جلو برو جلو برو جلو برو جلو. آرنجت باید بیاد بالای مچ دستت. شیفت بده، کل بدنتو بده جلو. حالا مریم یه ذره دیگه، یه کوچولو دیگه باید بری جلوتر. برو جلو، نترس، خم شد، شونار بیار پایین. آها، حالا الان میتونی آروم یکی از پاتو بیاری بالا. جلو رو نگاه کن مریم، نترس. پایین رو نگاه نکنید بچه‌ها، جلو رو نگاه کنید. پایین رو نگاه بکنید، خب بدن هدایت میشه به سمت پایین دیگه. بیشتر رو برو جلوتر. اگه یه دوربین دیگه دارید یا اگر که دارید خودتونم توی دوربین میبینید، یه لحظه اینجوری به پهلو نگاه کن. آره پوست آرنج اولاش همینجوریه بامی و یه مدت که بگذره درست میشه، پوستت کلفت میشه. اوایلش که خورده سخت نمیشه چون وزنتو میندازی رو دستت. بعدن که قوی‌تر شدی دیگه وزنتو رو دستت نمیندازی. چرا نمیتونم زیاد وایسم؟ چون که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. برو تو حرکت، بعد سعی کن انگشت دستتو محکم فشار بدی، داخل رانهاتو فشار بدی، پشتتو گرد بکنی و اکسپنشن انجام بدی، گسترش بده خودتو. اگر گفتم اگه دوربین داری خودتو نگاه میکنی، مثلا الان نگاه من میرم جلو 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 جلو، الان متوجه شدم آرنجم بالای مچ دستمه، پامو میارم بالا. برو، صبور باشید بچه‌ها. آفرین مریم، این شد. باریکلا، انگشتاتم پوینت کن. شیفت بده، برو جلوتر، نترس، برو جلو. میام برات ها. خودتم میدونی ها، با خودتم. کاری نکن بلیت بگیرم بیا اونجا بکشمتون جلو. برو جلو، نترس بابا. دوری نمیشه بابا، میخوری زمین فوقش. بیا اصلا امروز یه بار بخوریم زمین، هیچ چیز نمیشه. دریا میخوای یه بار بیفتی؟ ترسی میریزه. من به خدا از اینجا دارم ترسه رو میبینم. اگه عرق کردی سر میخوری با دستمال خشکش کن. اگه پودر بچه هم داری یه ذره پودر بچه بزن. برو جلو. تا یه سال دیگه هم اینجوری تمرین کنی نمیری بالا. بری جلو. ببین اینجا میخوای بری بالا. حتی منم تو دستم خیلی قویه، اینجا نمیتونم برم بالا. آفرین رجا که من اولین بار انجام شدم. خب ببین میری جلو 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 جلو. آرنجت که اومد با مچ دست توی خط، آروم. آره خب آدم میاد پایین میاد بالا، ذهنت مشغول میشه، ولی هی دوباره تمرکزتو برگردون. برو جلوتر یه ذره دیگه. ترسه، تواناییشو داری، قول بهت میدم، فقط باید کمتر بترسی. برو آره دارم میبینم. برو اکتم برو. آفرین.
ماشاءالله. بیا پایین. خیلی حالا اگر که فعلا هنوز درگیر همینی، همینو ادامه بده. همینو یه در استراحت کن، دوباره برو چه با آجر چه بی آجر، آلترنت برو دیگه. یه بار با آجر برو، یه بار آجر زیر پات، یه بار زیر پیشونیت، یه بار زیر شونه‌هات. انجام بده تا بدنت عادت بکنه. خب حالا بچه‌ها صبور باشید، یا دعواتون میکنم. خب بعد حالا از اینجا اگر که میخوای یه قدم برید جلوتر، ببخشید که پشتم بهتون نمیخوام بهتون نشون بدم چی کار بکنید. میری تو کلاغ. اگه تو کلاغ خب الان مستقر شدی، بعد مثل همون حالت تایگر کرو بود، پای رو اکتیو میکنی، میاریش وسط، میزنیش به پای چپ، برش میگردونی، دوباره شلش میکنی، میاریش بزنیش به پای چپ یا میاریش وسط متت، برش میگردونی سر پا. 3 تا تکرار با پای راست، 3 تا تکرار با پای چپ. این کمکت میکنه که یاد بگیری بعداً بتونی کلاغ تک پا رو انجام بدی. پس هر کدومشو که دوست داشتی. ببین میتونی هم با آجرم انجامش بدی. خب مثلا آجره رو میذاری، میای کلاغ، خب بعد از اینجا یه پا رو میاری وسط، برمیگردونی. بعد بهش دقت کن کدوم عضلات درگیر میشه که میتونی پا رو بلند کنی و بذاری سر جاش. جلو رو نگاه کن عزیزم، جلو رو نگاه کن. بچه‌ها دوباره یه توضیح بدم بهتون. دم نداری. تکار کن. میخوایم به خدا بگم تو ورژن بعدی دم بره. دم نداری. شماها چون دم ندارید بعد اینجوری سر رو میگی پایین، خب همه یه وزن بدن میره جلو. سرتو بیار بالا که بتونی نقطه سقلتو بیاری به سمت وسط. سرتو پایین نده. ببین یه چیزی، بشین لحظه، پاتو صاف کن، یه نفس عمیق بکش، چشمتو ببند، با کف دست چپت تاج سرتو لمس کن، چشات بسته. با انگشت اشاره دست چپت نوک بینیتو لمس کن، چشمات بسته. با انگشت اشاره دست راست بینیتو لمس کن. با انگشت اشاره دست راستت انگشتای پا رو لمس کن. با انگشت اشاره دست چپت انگشتای پای چپ رو لمس کن. حالا چشماتو باز کن. واضحه؟ شما اصلا به چشماتون نیاز ندارید. شما میدونید چی کجاست. تو میدونی انگشت پات کجاست. تو میدونی ساق پات کجاست. تو میدونی دماغت کجاست. چرا فکر میکنی باید حتما نگاش کنی؟ تو یه چیزی داری اسم پروپریوسپشن، یه چیزی داری اسم اینتروسپشن. تو بدنتون میشناسی. بچه 5 ساله نیستیم دیگه، درسته؟ وارد بچه 5 ساله 10 ساله شاید دیگه مثلا برای اونا فرق کنه. اونا دوست دارن نگاه بکنن چون هنوز بدنشون داره ایوالو میکنه، داره رشد میکنه مغزشون. ولی شماها دیگه از این مرحله گذشتید، میدونی چی کجاست. تو میدونی که دستت کجاست، پات کجاست، پس واقعا نیاز نداری بهش نگاه بکنی. یه بار دیگه دستاتو بذار زمین، اصلا فرض کن تو چشم نداری و بعد جلو رو نگاه کن. دستاتو اصلا چشم فقط دریشتی داره، یعنی حتی باز بودنش به خاطر دریشتیه. 12 ثانیه. آفرین زهرا. برو دستاتو بذار جلو رو نگاه کن، نفس عمیق بکش، به خودت اعتماد کن. یه ذره. آفرین سمیرا، باریکلا، عالی. دیدی کاری نداشت. آفرین. آروم. بیا اگه میترسی بیا یه دونه برین هک بهت یاد بدم. همینجوری که نشستی اینجا، آفرین مرجان، همینجوری که نشستی اینجا کف دستاتو روی همدیگه ماساژ بده، ماساژ بده، ماساژ بده، ماساژ بده. حالا آروم دستتو بذار روی چشمت. تاریکه، تاریکش کن. نظر هیچی رو ببینی. هیچی رو نمیخوام ببینی. تاریک. حالا آروم چشمتو باز کن، زیر دستات تو فضای تاریک چند تا نفس بکش.
حالا سری دستتو آزاد کن، برو تو کلاق. دستتو بذار زمین، چشاتو باز کن، برو تو کلاق. به هیچی فکر نکن. بدنتو شیفت بده جلو. برای خودت نشه تحلیل بکن. برو جلو، فقط انجامش بده. شیفت بده خودتو جلو 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 جلو. برو جلوتر، برو جلو، برو جلو. جلو رو نگاه کن. ماشاءالله. پشتتو گرد کن. مولا باندا بگیر. شیفت بده خودتو جلو. عالی. آروم بیا عقب. بچه یه لحظه کامنت ها رو تو اینستا باز میکنم، اگه سوال دارید بپرسید. بعد دوباره میبندمش. حرکت بعدی کلاغ تکبار بهتون درس میدم. این بچه بهش میگن برین ویژوال استرس. ما معمولا یه سری استرس های زیادی تو طول روز بهمون وارد میشه. وقتی چشات بازه تو داری زمین رو میبینی. اگه با صورت بخورم زمین چی میشه؟ اگه نمیدونم اینجوری بشه چی میشه؟ اگه اونجوری بشه چی میشه؟ و همه اینا باعث میشه که اصلا نتونی رو بدن تمرکز بکنی. ولی وقتی که این دریل برین هکر رو انجام میدی، خب اون موقع چون تاریکیه رو تجربه کردی، انگار که اون ویژوال استرس ها رو، اون استرس های بینایی رو از خودت دور کردی و یه لحظه ذهن یه لحظه ریلکس میشه. حالا دیگه به این هی نمیخواد فکر بکنه که وای زمین اینجاست، وای اگه خوردم زمین، وای اگه اینجوری شد، وای اگه آبرو رفت. ببین همیشه آدم خیلی خودش رو قضاوت میکنه. حالا داری مثلا نگاه میکنه وای همه هستن، وای چرا همه میتونن. همه اینا میشه ویژوال استرس. همه میشه استرس استرس استرس. و هر چقدر که استرستون بره بالا، این استرس ها باعث میشه که بیشتر از جسمتون خارج بشید و برید توی فضای سرتون. و تو فضای سر نمیشه آدم آرم بلنس انجام بده. باید 100% تو وجودت باشی که بتونی حرکت های آرم بلنس رو بری. باشه دستتو ریلکس. لیدا بچه ها، لیدا رو باید میدیدید. یعنی یه لحظه که اسیر شد، یه دستم خسته شد. خب حالا از اینجا میخوایی برید توی آسانای کلاغ تکبار. اول با آجر بهتون یادش میدم، بعد بدون آجرم بهتون یادش میدم. مرجان میگه نکته آرنج در راستای مش باعث شد بعد 30 سال بتونم کلاغ انجام بدم. 30 سال یوگا کردن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی چیزا تکنیکه. شما همیشه بهترین راه برای اینکه آدم بتونه حرکت‌ها رو آنلاک بکنه اینه که راجبش فکر بکنه و یه تحلیل بکنه و عکس‌ها نگاه بکنید. نگاهش کنید زاویه دستاشون چجوریه، جای سرشون چجوریه. تو بدن خودتون هم همینجوری هی سعی کنید یکی یکی بیاردش. بچه‌ها من بعد میام نگاه کنم، اگه سوال داشتین جوابش میدم. ببین بین مثل همون کلاغ همه چی همونه. خب شونتو میذاری، زانواتو میذاری بالا. اگه خیلی سختت شد پیشانی رو میذاری رو زمین. اگه تونستی پیشانی رو بالا نگه میداری، هیپ فلکسوراتو درگیر کنی. بعد حالا وزن رو یه ذره میندازی روی دست چپ، پای راسته رو آزاد میکنی، پوینت این یکی پای میکشی بالا. بعد وقتی میکشی بالا وزنتو ننداز به سمت چپ که آجر در بره، برش گردون یه ذره فقط، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. نمیخوام اینجوری خودتو شیفت بدی به سمت راست یا چپ. آروم آلترنت برو. اگر که کلاغت استیبله همین کار رو انجام میدی. دستا رو میذاری زمین. کجا درگیره؟ همسترینگ و باسن نازنین. این دو تاست که پاتو میبره بالا. اوکی؟ همسترینگ، لوت، یه خورده عضلات کمر. اینا باید کار بکنه. میخوای اونایی که میخوای بدون آجر برید دراز بکش تو شکم. خب پای راستتو بکش بالا صاف از مفصل هیپ. ببین چه حسی داره پشت پا. حتی میتونی با دستت لمسش کنی. لمسش کن. پای رو بیار بالا. ببینی سفت میشه. حتی دست اولی بهش هم حسش میکنی. این حسیه که موقعی که کلاغ تک‌پا انجام میدی باید داشته باشی. اوکی؟ این حس است. وقتی پای رو میخوای ببری بالا اینجوری این پشت پای سفت میشه، جمع میشه. پس اگه خواستی کلاغ تک‌پا انجام بدی، که اولین بارت یه دونه بالش جلوت بذار، داخل دستا اکتیو، جای پاتو مشخص کن. میخوای بذاری بالا آرنج، شیفت میدی جلو مثل همیشه، میری توی وضعیت کلاغ.
خب بعد از تو وضعیت کلاغ مولا باندا بگیر، یکی از پا رو رها کن، آروم بکشش به سمت جلو. ببین میکشی جلو، باید وزنتو متعادل بکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو بدنت پای داره میره عقب، پس تو یه خورده از وزنت داره میره عقب. برای اینکه بمونی باید یک کوچولو اعتماد کنی به خودت، یه ذره بدنتو شیفت بدی جلو. ایراد اینه که خیلی اونها پای رو میبریم بالا، همه چی رو میخوای سفت همونجا نگه داریم. خب پای رو بردی بالا و عقب دیگه، وزن میره به سمت عقب. باید وزنتو یه ذره بدی جلو. دستتو فشار بده به زمین. ببین جلو رو نگاه کن، یعنی که با رسمش فرض کن یه مثلث جلو چشت کشیدی. خب این از انگشت اشارت مثلث شروع میشه به سمت جلو، به رأس مثلث نگاه کن. جلو رو نگاه نمی‌کنی، رو زمین جلو رو نگاه می‌کنی. آره خوشگلم، سیوش می‌کنم. شما خسته نباشی، خوشگلم. خب یادت باشه چی بهت گفتم؟ چی گفتم؟ گفتم نه خیلی زیاد نه خیلی کم. اگه امروز نشد هیچ ایرادی نداره، باز دوباره تمرین کن، باز دوباره تکرار کن. همین چیزایی که میبینی یه شب اتفاق نیفتاده تو بدن بقیه هم که میبینی، سالها زمان برده. تمرین، تکرار، استمرار. جلو رو نگاه کن. سولماس. آها. خب نفس بگیر، مولا باندا اول بگیر، باسن درگیر، باریکلا. همسترینگ سخته صاف پا بردن بالا. طرف تکان رفتی، باریکلا. آفرین. خوبه. یه بار دیگه شیفت میدی جلو، لیفت میکنی، بعد تمرکز بگیر. این پای رو میخوای بکشی به سمت بالا، بدنت باید یه ذره بره جلو. خب انگار یه ذره شونه هات میاد جلوتر. این خیلی مهمه، مراقب باش. آره عزیزم حتما. یه پا میشه یه پا نمیشه، ضعیفه دیگه. یه پا عضلاتش ضعیفتره، کمتر باش کار کردی. همون پایی که ضعیفه بیشتر برو، دقیقا رو همون اصرار بکن. آفرین. خب حالا اگر که راحت برات، اونا که ناراحتی همینجا همینجوری تمرین کنین. خب خیلی خوبه سمیه، اصلا کوتاه شروع میشه. خوشگلم. اگه که برات ناراحته که هر جایی ناراحته رو تمرین کن، ولی اگه برات راحته، حالا میخوایم بریم از کلاغ کامل نمیریم بالا، سرمون رو میذاریم چون گردن رو خیلی گرم نکردیم، سرمون میذاریم رو آمادگی سپایه، بعد تلاش میکنیم برگردیم. گوش بده بعد امتحان بکن. ببین نکته ای که خیلی مهمه وقتی میخوای برگردی، مثل همون حالتی بود که تمرین کردیم، این پیشانیه رو گذاشتیم، سرت که گذاشتی روش، یه لحظه اومدی بلندش کنی، دیدی چقدر عضلات پشت درگیر شد لحظه بلند کردن. موقعی که از سپایه میخوای برگردی به کلاغ دقیقاً همین شکلیه. پس میری توی وضعیت کلاغ. خب بعد از کلاغ جلو رو نگاه بکن، چونه رو میگیری به سمت قفسه سینه، آروم سرتو میذاری رو زمین، طوری نمیشه دیگه، فوقش از پشت میفتی. ولی یادت باشه اینجوری نره پایینا، اینجوری چونه میری به سمت قفسه سینه، حتما. خب پس دستاتو میذاری میری کلاغ، از کلاغ چونه میاد به سمت قفسه سینه، آروم سرتو میذاری به زمین. حالا نمیخوام دیگه پای رو ببری بالا، حالا میخوای برگردی. چی کار میکنی؟ اول پیشونی تو میذاری روی زمین. ببین دقیقاً ایراد از همینجاست. پس شماها این کارو میکنید، از پشت میافتید، ولی وقتی سرتو میخوای بلند کنی دوباره باید خودتو شیفت بدی جلو. داستان دقیقاً همینه که باید دستتو محکم فشار بدی، یه ذره شیفت بدی جلو. خب پس سرتو گذاشتی پایین، بعد پیشانیتو که گذاشتی رو زمین، پا رو لیفت کن، دستا رو فشار بده به سمت جلو، خودتو بکش به سمت جلو و بالا. پس این برای برگشتت از پایینه.
لیفت که میکنی دقت کن که پشت تو گرد کنی، بدن تو شیفت بدی به سمت جلو، آروم 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 بیا بالا. برو هر کدومشو که دوست داری برو. نفس. آها، پار صاف در کن زهرا. آفرین، خوبه. چی شد؟ نه دستتو بیا پایین زها. بابا طوری نمیشه. به خدا هر جون دوست نباشی. جون دوست نباشی دقیقا. یه نکته بچه مهمی که بهتون خیلی مهمه، کلا تو آرم بلنسا یا برو بچسب به دیوار یا دور شو از دیوار. وسط راه نمون. چرا؟ مثلا فرض کن من اینجا میخوام برم سپایه، خب بعد فرض کن میخوام از پشت بیفتم. اگه میخوام از پشت بیفتم جا ندارم، میخورم به دیوار، گردنم وسط تا میمونه. یا دور شو قشنگ از دیوار یا بچسب به دیوار. پس کاری که میکنی، دوستتون گفت یه بار دیگه برامون توضیح بده. توی سپایه آروم یه ذره ببین میبینی سرمو رول میکنم، پیشانیمو میذارم روی زمین، بعد پیشانیمو که گذاشتم روی زمین دستمو فشار میدم، آروم خودم میکشم به سمت جلو. فشار زیادی رو مچه بچه، لحظه که داری میاد بالا خیلی فشارش زیاده. خسته شدم، منم خسته شدم. الان یه دونه دو تا حرکت دیگه بهتون یاد میدم بعد میریم. خب حالا دستاتو یه خورده ماساژ بده. خیلی عالی. اگه میخوای کرین پوز انجام بدی، یعنی میشه همون کرو پوز، خب با آرنج صاف. یه نکته اول یادتون باشه بچه‌ها، اشتباهاً اینجا افتاده به کلاغ میگن باکاسانا. باکاسانا میشه کرین پوز، کلاغ میشه کاکاسانا. اینو یادتون باشه. خب کلاغ میشه کاکاسانا، اون که آرنجش صافه میشه باکاسانا. حالا دستاتون فشار میدی رو زمین. ببین قدرت خیلی زیاد و انعطاف مچ دست خیلی بالا میخواد این حرکته. میتونی کوتاه فعلا داخلش بمونی. خب یه کاری که میکنی به این صورته که میای توی حالت این اوتاناسانا، آرنجاتو صاف میکنی، بعد شیفت میدی خودتو جلو، میری تو ماکسیمومی که میتونی شونه رو از مچ رد کنی. بعد زانوها رو میاری در بالاترین نقطه قرار میدی، یکی از پاها رو میکشی به سمت بالا، پشتت گرد، آروم، یکی دیگه از پاها رو هم میکشی بالا. اوکی؟ این میشه وضعیت کرین پوز. ولی فقط زمانی انجامش بدید که خیلی 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 توی کلاغ استابیلیتی زیادی دارید، یعنی به راحتی مثلا میتونی 30 ثانیه یه دقیقه تو کلاغ بمونی، چون به مچ خیلی فشار میاره. حالا هر کسی که میخواد امتحانش کنه که رد شیم ازش. ببین دستتو فشار بده، بعد این حرکت جدا حرکتی که نباید زانو رو خیلی فشار بدی به پا، بیشتر باید شناور باشی، خیلی وزنتو ننداز روی دست. شیفت بده جلو، شیفت بده جلو، زانو رو بالا ببر، آرنج رو خم نکن، زانو صاف، آرنج صاف، میگم زانو صاف، آرنج صاف. آفرین، آروم بیا پایین. آفرین، خوب بود، باریکلا سلامت، آفرین، ماشاءالله، خیلی خوب. دستاتو آزاد کن، پشت دستا رو ریلکس کن. آخریشم بگم بگو میریم سراغ حرکت کلاغ جانبی. کلاغ جانبی بچه‌ها مثل کلاغ اون یکی به راحتی میشه با ابزار انجامش داد. دو مدل داره، دستا هر دو تاش بیاد زیر بدن، بگم حالت یکم مقدماتی تر، و میتونه دستا باز بشه و یکی از دستا مثلا زیر دنده نباشه که حالت مثلا متوسط پیشرفته تر میشه. حالا دو تاشو بهت نشون میدن. نکته خیلی مهم اینه که بپیچی ولی پاهات نپیچه. این نکته خیلی مهمیه برای انجام این حرکت. و
میتونی روی آجرم بری، فکر میکنم خیلی کمک کننده باشه. خب برای انجام دادن این حرکت که مثلا پاتو بذاری روی آجر، یعنی میدونی یه ارتفاع بهت میده، این ارتفاع باعث میشه راحت تر بتونی پای رو بالای دست جا بدی. یکی از مشکلاتی که هست برای خیلیاتون اینه که زانو پایین میمونه، خب باید زانو بالا بره. ببین الان من زانوام روبروه، من چرخیدم ولی زانوهام با هم نپیچید. خب پس بپیچ بدون که زانوات باید بپیچه. بعد میای روی انگشتای پاها رو میدی به سمت مخالف. ببین پاتو میدی به سمت مخالف، دستاتو میذاری روی زن. حالت مقدماتی تر اینه که آرنجاتو که خم میکنی، آرنجت با کنار باسنه و یه آرنج دیگر با کنار زانوت به هم برخورد بکنن. دستان تقریبا عرض شانه، میری جلو، خودتو آروم پا رو بلند کنی. دوباره همون زاویه 90 درجه خیلی مهمه. یه آپشن دیگه هم که داری اینه که وقتی داری میپیچی در واقع شونت بیاد روی آجر قرار بگیره. پس میچرخی آروم، شونت رو میذاری یا در واقع قفسه سینت رو میذاری روش و میپیچی. این هم مثلا میتونه کمکت بکنه برای بارای اول. امتحان کنی. بعد حالت متوسط ترش که پیشرفته ترش وقتیه که میپیچی ولی دستت بازه، یعنی دوباره مثلا دست عرض شانه است ولی یکی دست رو که میبری داخل تر. بعد دست زیر دنده قرار نمیگیره، آزاده. این شکلی که دستتو میذاری رو زمین، جلو رو نگاه میکنی، آرنجتو خم میکنی به سمت عقب، داخل دستا رو به هم فشار میدی، پاها رو بلند کنی. مثلا میتونی اینجا زانوت هم صاف بکنی اگه خواستی. برو دیگه. پوش آخره. شماها آخرین بازماندگان هستیم. ببین بارکلا. دستا دو آخر الهام مال آروم پا خوب بود. بارکلا. الهه تبدیلش کن به اکاپادا 1. اون یکی پای راسته رو آروم شل کن، ببر زیر پای چپ، روی پای چپ، روی آرنج راست، روی آرنج راست. الهه میتونی. ببین از اینجای دیگه، درسته؟ اینجا بودی. آروم میای زانوی پای چپتو میذاری بالای آرنج چپ، تبدیلش میکنی به اکاپادا. فقط اون لحظه که جابجا میشی مهمه. پای چپ رو میاری بالا بالا بالا، سرش که پای زیه رو رها کنی. باریکلا. حالا پای بالایی رو جمع کن، بیارش بالای آرنج. آفرین. باریکلا. خسته شدید. مطمئن باشید الان با این تکنیکایی که یاد گرفتید یه ذره استراحت که بکنید، باز بهتر و بهتر هم میتونید انجامش بدید. حالا من می‌خواستم هر چند تا در توانمه بهتون یاد بدم. خیلی دستاتو بتکون یا سرد کنین. مچ دستتو ذره ریلکس بکن. بعد ببین بکشش، انگار می‌خوای یه فاصله تو مچ دست درست بکنی. دست مخالف، هیپ. اون همسترینگ اون وسط سولماست، درگیر نیست. عضلات باسنت هم کار نمی‌کرد. دوتاشو باید بیشتر کار کنیم. شل کن، دستتو بتکن. بتکن 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 بتکن. عالی. یکم ماساژش بده ساعدتون. خیلی بهت افتخار کنم، تو هم به خودت افتخار کن که تا اینجای کار همراه بودی. 400 نفر بودیم، از 400 نفر 200 نفر موندیم. ماها آخرین بازمانده ها هستیم. آفرین. خیلی خوب.
خب ببین بیا توی مالاسانا. بعد اینجوری من نمیدونم چرا یاد پنگوئن میفتم. حالا این شبیه پنگوئن دست اینجوری بکن. بعد بذار وسط هیبت. بعد آروم آرنجاتو بیار داخل. هم مچ دستت یه خورده رها میشه، هم شونه هات رها میشه. عشق سپیه. آفرین. You're very welcome سارا. آروم رهاش کن و بعد بیا به پشتت دراز بکش. به پشتت که دراز کشیدی، ببین دستتو میتونی دوباره بذاری دور پات. بعد این پای رو بکشی به سمت زمین که دستم باهاش کشیده بشه، کم مچ دستت ریلکس بشه. 5 4 3 2 1 شروع کن. کف پاتو بذار رو زمین. الان میخوایم سرد بکنیم، ولی برای اونایی که تو کلاغ تک پا رو نمیتونی ببری بالا، این تمرین خیلی خوبیه. ببین برای سرد کردن با سنتو میاری بالا بعد میاری پایین، ولی الان میخوام یه لحظه یه دریل یاد بدم، الان انجامش نمیخواد بدیم. اونایی که تو کلاغ تک پا نمیاد بالا که آوردی با سنتو تو ستو بانداسانا و با باهات راه میری، یه ذره میری جلو 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 هر چقدر تونستی. بعد نگه میداری. این عضله همسترینگ تو درگیر میکنه، قویش میکنه. ممکنه اولا دچار گرفتگی بشی، هر وقت گرفت سری ولش کن، دوباره تکرارش کن. اینو تمرین زیاد بکنید. حالا ولی چون داریم سر میکنیم، با سن میاد بالا، میاد بالا و پایین. 3 2 و 1 آروم. یه دونه آجر اگه داری بذار زیر باسنت. از طول کوتاه خوبه، متوسط هم خوبه. پاها رو صاف کن، بذار این جلوی پاهات کم کشیده بشه. پاهاتو آزاد کن، آجرتو رها کن. پا رو ببر به سمت راست، نگاهتو ببر به چپ. یه پیچ خوشگل به خودت بده. بچه نکنه شما سالا با انجام ندیدا، یه وقت ندیدا بدنتون میگیره. برگرد وسط، پاها رو ببر به چپ، نگاهتو بیار به راست. یه فیلم هستم. آرام برگرد وسط، پاهاتو جمع کن توی شکم، دست و دور رانت حلقه کن. پا رو یه مقدار بکش به سمت خودت، اگر که به کمر فشار اومده رها بشه. و بعد از همینجا پاهاتو آزاد کن، دستتو رها کن و به آرامی چشماتو ببند. برای لحظاتی که اینجا هستی، اگر که انقباضی در بدنت نگه داشتی، این انقباض رو رها کن.
هیچ کاری لازم نیست که بکنی، هیچ جایی لازم نیست که بری، فقط باش و خودتو ریلکس کن. یه دم عمیق بگیر، بازدم کن، دوباره یه دم خوشگل دیگه، بازدم کن و بعد هر زمان که احساس کردی که آماده هستی یه تکون کوچیک به سرانگشتای دست و پات بده، سرتو به سمت راست و چپ حرکت بده و بعد از همینجا پاتو جمع کن، به پهلوت خط بزن، از دستت استفاده کن و وضعیتت رو به وضعیت نشسته و چشمای بسته تغییر بده. دستا رو بیار توی قلبت، کف دستاتو بزن به هم. برای لحظه‌ای که درش قرار گرفتی سپاسگزار باش، از ذهن جسم سپاسگزاری کن که تا اینجای کار همراه تو بوده و بعد خیلی آرام به وجود خودت تعظیم کن. شانتی شانتی شانتی. مرسی بچه‌ها، خسته نباشید. خدا قوتتون میدم. خیلی عالی بودید. کیف کردم از حضورتون. ممنونم که این ورکشاپ رو کنارم بودید. خیلی دوست داشتم که زودتری کار رو بکنم. خیلی وقت تو فکرم بود. شما خیلی به من همیشه دوست داشتید. همیشه خیلی کنارم بودید. توی خوشترین روزام، توی سخت‌ترین روزام مثل دوست همیشه کنارم بودید. دوست داشتم براتون جبران بکنم. امیدوارم که بخش کوچیکی از محبتی که همیشه بهم داشتید رو تونسته باشم بهتون برگردونم. عشق بهتون. ممنونم ازتون که همراه هم بودید. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. یادم رفت صداتونم الان میتونم باز بکنم. مواظب خودتون باشید بچه‌های لایو. عشق بهتون. مرسی که همراه بودید. بارکلا. اگر دست گرفتید مرسی از شما.